این بدبخت همی قدر نمیفهمه که ملاها چی قسم تنگ کرده. ملا از شکم خود تنگ کرده نمیتونه. بله هست یک تعداد مردم که حقیقت دین نفهمیده که دین چی دستور داره. بله بعضی مسائل غلط راستیام در خانواده ها مقرر کرده، اما اینطور نیست که ملا از جان خود چیزی بگوید. ملا آن چیزی که در کتاب الله و سنت رسول الله آمده امو را بیان میکنه و او را میگوید. او میگه که کل ملامتی را سر علما منداختن که انسان ها خشونت میکنه از دستی عزیزت که ملا چیزی نمیگه، یعنی گناه ملا هاسته. من که نمبرش قطمه می بود با زنگ برش می زدم که تو را به الله قسم تو خود روشن فکرام میگیری، کلانم میگیری، کدام روز در ترجمه کتاب الله نشستی؟ کدام روز صدای کلام الله را شنیدی که چی برات بیان شده؟ چرا تو واری بدبخت و فاحشا که در فاحشه خانه ها میگرده، یک روز در مسجد الله در درس قرآن نامده باشه باز ملامتی را سر علما میپرته. تو شما فاحشان دور از خواهرای متدین، شما خو مردم دعوت به فاحشه خانه میکنه، واره خو به قرآن نمیگذاره، واره خو قولایش لج میکنه در خارجی ها میبره، بازم میگی ملامتی را میکنی. یک خواهری که در قرآن آمده باشه بعد از او را بیبی که گلکو که سرش چی شده یا نه، یا شوهرش در قرآن آمده باشه که آیا او زن خدا میزنه یا نه، یا زن اطاعت شوهر خدا میکنه یا نمیکنه، در درس قرآن آمده باشه. اما شماست که زمینه را مساعد کرده، دروازه های مدرسه ها را بسته میکنه، دروازه های مسجد را بسته میکنه، زنا را نعوذ بالله در جاهایی که در اونجا غیر از غلطکاری میشه در او دعوت داده رویسته، باز هم ملامتی سر کی میشوه؟ سر علما. ولی ایرا اصلا ملامتی سر علما نمیندازه، او ملامتی را سر اسلام میندازه که اسلام البته کارا را میکنه، خود نمیفهمه نمیدانه. مشکلی نمینجا است. پس اونجا هم بنی اسرائیل همینطور انتقاد سر موسی علیه السلام داشتن. گفتی احکام موسی علیه السلام از خود نوشته کرده، ما چی خبر کی را الله گفته باشه. موسی علیه السلام 70 نفر انتخاب کرد که بیای خیر بریم حرکت بکنیم که معلوم شود کی کلام الله متعال است، احکام الله است یا ما نوشته کردیم. 70 نفر از کلانای قوم، چون این 12 قوم بود، از هر قوم 5-6 نفر انتخاب کرد. رفت فلما اخذتهم الرجفه، هرگاه که گرفت یارا زلزله، قال رب لو شئت اهلكتهم، اونجا که رفتن الله متعال کلام برای امر موسی علیه السلام کرد، برایشان واضح شد کی کلام الله متعال است و همی احکام از جانب الله آمده. علی میگه که ما چی خبر شده میتونه که آواز از غیر الله باشه؟ الله را ما خود ببینیم، نعوذ بالله ببینی. پس وقتی که الله را هم ببینی جهنم هم ببینی، نخواد که یک نفرم طرفی گناه دست پیش کنه. امتحان الله خود طوری میشه که تو چیز ندیده باشی اما برات بیان میشه. اگر استادی مکتب شاگرد بگه که تو ناکام هستی، یقین بکن که یک حرف بخونه میگه بیا از ناکام است. اگر استادی مکتب بگه که برو کامیاب هستی، باز کار نمیکنه میگه برو کامیاب هستم چی زحمت میکشم شوا چی میکنم. الله متعالی طور نمیکنه، تو را میگه در حالت قرار و فرار هستی، کدام طرف تو سوق میشی، تو مورد امتحان قرار گرفتی. الله زلزله را شروع کرد سرش وقتی که کلگی وفات کردن. قال رب لو شئت اهلكتهم، موسی علیه السلام میگه پروردگار اگر میخواستی آره هلاک میکردی من قبل و پیش ازی اگر مرگشان مقرر می بود بعد هلاک میشد، اینجا هلاک نمیشد و یا مرم هلاک میکردی. اتهلكنا، آیت تو هلاک میسازی بما فعل السفهاء منا، به او کاروائی هایی که مردمی که احمقی ما میکنه، از جمع ما مردم احمق کدام گپ میزنه، در مورد از ما جزا میبینیم و کلگی وفات میکنه. این هی الا فتنتک، نیست ای مگر امتحان توست، تو ما را مورد آزمایش بزرگ قرار میدی. تو دل بها، تو گمراه میسازی توسط این امتحان. من تشاء، کسی را که الله تو میخوایی، و تهدی، هدایت میکنی. من کسی را تشاء که تو میخوایی. الله کی را گمراه میسازه؟ کسی که اسباب گمراهی را عمل کرده رویست، اسباب گمراهی را استفاده و استعمال کرده رویست. هدایت برای کسی میکنه که اسباب هدایت را استعمال کرده رویست. یک آدم امیالی از یک خانه دو برادر میبره، یکی طرف قمار میره، طرف سینما میره، طرف شرابخوری میره، یکی طرف ترجمه قرآن کریم میره. هر دویش مختار است، مجبوری محض نیستن. هر کدام او اسباب هدایت استفاده میکنه و اسباب گمراهی را کدامش اختیار خودتان است. الله ظالم نیست که کسی را مجبور بسازه او به طرف هدایت روان باشه. الله متعال نعوذ بالله اسباب گمراهی را در پیشش بیاره و تو نمیکنه.
بلکه هر کس کدام مسیر انتخاب میکنه الله متعال امو مسیر برش آسان کرده است. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحابه کی سوال کردن از پیغمبر اسلام که در روز تقدیر فیصله شده، ما دیگه چرا عمل کنیم؟ پیغمبر اسلام برش میگه نه، عمل ترک نکنی، هر کدامتان آسانی براتان داده شده برای امو چیزی که پیدا کرده شده، برای جنت پیدا کرده شده. اعمال جنت براتان آسان است. اگر بر جهنم پیدا شده اعمال جهنم براتان آسان پیدا است. از امو خاطر هرگاه خود در امر نیک و دین دیده، به کار نیک مشغول بوده، مصروف بوده، شکر الله را بکشی. یعنی کار برات آسان شده، مسیرت یا جهت طرف جنت است. دعا بکو که الله استقامت نصیبت بکنه که منصرف نشوی، از او بر نگردی، وگرنه انتخابی را، رفتن سری مسیری را کاری توست. موسی علیه السلام خفه شده. چرا خفه شده؟ پس میاد به قوم وقتی بیان بکنه مردمی که خو قوم مردم بردی قتی خود و جعلاق کدیشه، هنوز هم آمدی ما را دعوت میدی، تو قاتل هستی، قدر کلانای ما را قتل کردی. موسی علیه السلام پس شروع به دعا کرد. مرگ سه قسم مرگ می باشه. یکی مرگ تعجیزی است، یعنی مرگی که به طریق معجزه باشه. یکی مرگ تعذیبی است. در مرگ تعجیزی و تعذیبی پس دوباره زنده شدن در دنیا ممکن است او شده، مثل که اینجاست. این مرگ تعذیبی میگه. او قومی که اکثر مفسرین عزیر علیه السلام نوشته میکنه سری قریه که تیر میشه که مکمل چتایش 70 است، مردم از بین رفته، چی رقم زنده میشه؟ اونجا زنده شد. او را مرگ تعجیزی میگه. اما مرگ طبیعی که الله در تقدیر نوشته کرده و پس در دنیا آمده نمیتونه. از ابو خاطر نصوصی که دلالت بالای ازی میکنه که باز دوباره زنده نمیشه، و کلش دلیل بالای ازیست که به مرگ طبیعی کسی وفات بکنه. طبیعی باید نگویم، به مرگ تقدیری الله متعال که الله کدام عمره یا کدام لحظه عمره برش تعیین کرده، از او دیگه لا استأخرون ساعتا ولا استقدمون میشه. اما مرگ تعذیبی و مرگ تعجیزی، اینجا مرگ تعذیبی است. الله عذاب داد یاره، یک دفعه کلگی از یاره روحش قبض کرد، بعد از او به دعای موسی علیه السلام پس زنده میشه. هم مرگ تعذیبی شد و هم معجزه برای موسی علیه السلام میشه. از همون خاطر موسی علیه السلام دعا میکنه انت ولینا فاغفر لنا، تو متصرف و تو کارسازی ماستی. دعاهای انبیاء علیهم السلام درس عظیم برای امت هاست که پیغمبران چه قسم دعا میکنه. انت ولینا، کارسازی ما، اموری ما که ساخته میشه، برابر میشه، به هدف میرسه، کلش اختیاراتش پیش توست یا الله متعال. انبیاء علیهم السلام از الله طلب کرده. این درس است. غیر از الله کسی دیگر ولی متصرف شده نمیتونه که کار انسان، مشکل انسان حل بکنه. نه زیارت، نه پیغمبر، نه هیچ کسی غیر از الله متعال. دعای انبیاء علیهم السلام است. قرآن ذکر میکنه می دعا را. فاغفر لنا، بر ما مغفرت بکو. انبیاء علیهم السلام در اینطور موقع میگه فاغفر لنا. چرا اینطور میگه؟ انبیاء علیهم السلام در تلاش ازی بودن که هرگاه مصیبت و تکلیفی برش برسه حتما خطای واقع شده. از ما کدام جنایت سر زده؟ از او خاطری تو جزا سر ما آمده رئیس. فاغفر لنا میگه وارحمنا، سر ما رحم بکو. الله اگر ما مستحق نیستیم بازم رحم تو وسیع است. و انت خیر الغافرین، تو بهترین بخشش کننده هستی یا پرده مندازی سر عیبای ما، سر گناهای ما. موسی علیه السلام دعا میکنه که قوم پس زنده شوه، به خاطری که مانع دعوتش نشوه. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، یا الله نوشته کو مقرر کو برای ما در دنیا حسنتا، حسنه را، و فی الاخرت، در آخرت هم حسنه را. انا هدنا الیک، ما رجوع به سوی تو کرده ایم، کسی دیگری نیست که ما رجوع برش بکنیم. اگر هر قدر نیازمندی و مشکل داریم الله تو حل کننده استی. این دعای موسی علیه السلام است. چقدر جامع دعا میکنه. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، الله مقرر کو، نوشته کو برای ما در دنیا حسنه را. حسنه چی را میگه؟ پوره شدن تمام نیازمندی های انسان، چی از نگاه صحت، چی از نگاه اقتصاد، چی از نگاه صلاحیت، چی از نگاه توفیق اعمال نیک، چی از نگاه اولاد، چی از نگاه زن و فرزند، کلش در هیچ ناحیه زندگی تو نقصانی را نبینی، ایره حسنه گفته میشه. حسنه آخرت ایره میگه که بدون رنج و مشقت، بدون تیر کردن عذاب الله، تو مستحق جنت شوی، در جنت داخل شد. او را حسنه میگه. از همون خاطر است که ما در آخر نمازهای خود در قاعده اینی دعا را میخوانیم، به خاطری که جامع دعاست. وگرنه پیغمبر علیه السلام
از خودش در حدیث مرفوع نقل نیست که اللهم ربنا آتنا را در قاعده خوانده باشه. بله در اثر ثابت است، ابن مسعود رضی الله عنه او خوانده، اما مرفوعا ثابت نیست. پیغمبر علیه السلام متنوع دعاها میکرد در قاعده، تنها یک دعا نیست. لیکن علما به خاطر که اکثر مردم دعاهای زیاد یاد نداره، جامع ترین دعا این دعاست، از او خاطر در نماز باید خوانده شود، چرا که موقع قبولیت دعا اول در سجده است. بهترین موقعی که دعا زود قبول میشه سجده است، انسان به الله خیلی نزدیک میشه. دوم موقعی که یقینا دعا قبول میشه در قاعده است، داخل نماز است، نه بیرون نماز. بیرون نماز هم دعا آمده انفرادی، بسیار دعاها را پیغمبر علیه السلام خوانده. ابو بکر رضی الله عنه تعلیم نداد اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک؟ تعلیم داد اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللهم ربی لا اله الا انت خلقتنی الی آخره. دعاها را گفته، اما بهترین دعا که در داخل نماز شوه این بهترین دعاست. موسی علیه السلام هم این دعا را کرده که حسنات در دنیا بر ما باشه در آخرت هم اردویش. بعد از خود میگه که ما رجوع به سوی تو کردیم الله، دیگه کسی نیست که مشکل ما را حل بکنه. قال عذابی اصیب، دعای پیغمبر است، الله قبول میکنه. الله میفرماید عذابی ما میرسه بهی، میرسانم همی عذاب خدا، من کسی را اشاء که ما بخواهم. الله کی را میخواه؟ اینطور نیست که کسی مسلسل عبادت الله را بکنه، طاعت الله را بکنه و بازم عذاب برش برسانه. نه، قطعا این کار نمیکنه. الله چیست؟ عادل است، ظلم نمیکنه. بله الله میگه من میرسانم این عذاب خدا به کسی که ما بخواهم. الله کسی را میخواه که او رای انحراف را پیش گرفته، گستاخی و بیادبی میکنه، مثل قوم موسی علیه السلام واره. و جای از که تسلیم کنه حکم الله را دستی عمل بکنه، لیکن وا گفتن که آیا ما خبر نداریم که این احکامی کی باشه؟ الحمدلله امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امر بالکل کامیاب شده. و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمت ما فرا گرفته تمام چیزا را. هر چیزی که در دنیا مشاهده میکنه آثار رحمت الله متعال است. اگر آفتاب طلوع میکنه، اگر محتاب میبره، اگر ستاره ها آسمان مزین کرده، اگر تاریکی شب میایه به خاطر راحت شما، اگر آب و هواست، اگر زمین است، همهش آثار رحمت الله متعال است. و از این رحمت الله متعال همه مخلوق استفاده میکنه، هیچ چیز حتی کافر استفاده میکنه. اما رحمت خاص خود برای کی میده؟ فساکتبها، زود است که نوشته کنم مقرر کنم این رحمت خاص خدا للذین، برای کسانی که یتقون و تقوا را اختیار میکنه، و یؤتون الزکات، میدن زکات، والذین، و کسانی که هم بیااتنا یؤمنون و به احکام به دلایل توحید ما باور و یقین داره، به وا نوشته میکنم. دو قسم رحمت الله متعال شد، یکی رحمت عمومی است به کل گیسته، یکی رحمت خصوصی. رحمت خصوصی توفیق هدایت است، کسی که عقیدهش درست میشه و توفیق عمل نیک برش حاصل میشه، این رحمت خصوصی است. الله متعال این رحمت برای هر کس نمیده، برای جماعت یا طایفه خاص میده. کدام طایفه؟ سه صفت داشته باشه. اول برای کسانی که یتقون، تقوا را اختیار میکنه. تقوا چی بود؟ پیش براتون گفته بودم، امو ملکه یا او قوتی که در وجود انسان تو را به سوی عبادت الله میکشانه و از معصیت تو را باز میداره. خلاص، ولو هیچ کس نباشه، تو را نمیگذاره که تو مبتلا به جنایت شوی یا گناه بکنی. اینی را تقوا میگه. یا در عام اصطلاح مامورات الله را مکمل پوره کردن و از منهیات مکمل خودداری و اجتناب کردن، این را تقوا میگه. او در یتقون اشاره صیغه فعل مضارع است، یعنی در عمر خود رای تقوا را در پیش گرفته. یقینا الله متعال برای خصوصیت رحمت خدا میده. و یؤتون الزکات، زکات دو معنا داره. بعضی مفسرین مراد از زکات و یؤتون میدن زکات پاکی را، تزکیه را، تزکیه در اخلاق، تزکیه در عقیده، تزکیه در عمل، تزکیه در مال، تزکیه در زبان، تزکیه در نفس، تزکیه در تمام اعضای وجودی خود. کسانی که پشت چی هسته؟ صفایی گشته رایسته، زبان خود صاف میسازه، گوش خود صاف میسازه، چیزی غلط نمیشنوه، چشم خود صاف میسازه، دست خود صاف میسازه، عقیده خود صاف میسازه، اخلاق خود صاف میسازه. زکات معنای خاصه نداره که مراد از پیشش دادن مال باشه. اینجا زکات به معنای پاک کردن است، در تمام امور خود پاک میکنه. و یک انسانی که یقینا تمام اعضایش پاک، مالش پاک، اخلاقش پاک، عملش پاک و عقیدهش پاک، دیگه این آدم واقعا مستحق امور رحمتهای خصوصی الله متعال میشه. و بعد از والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کسانی که با آیات الله، به احکام الله
خب باور داره، یقین داره، او را در سر میرسانه. تو نباشه. اشاره به این میکنه که دین معیار عمل است، میدان عمل است، تنها زبان نه. تنها تو نیست که کسی در زبان استغفر الله بگه، توبه بگه نماز خوب چیز است، اما یک روز نماز نمیخونه. بگه محمد رسول الله را دوست دارم، اما هیچ عملش یاد نداره که پیغمبر علیه السلام چی عمل داشت، نان چطور میخورد یا وضو چه قسم میکرد. مثل که آلی هستیم ما، دعواگری محبت پیغمبر زیاد هستیم کلی ما. هیچ کسی پیدا نمیشه که بگه پیغمبر را دوست نداریم، اما چقدر معلومات از پیغمبر داریم، کدام حرکت و عملی پیغمبر به ما واضح است، معلوم است. نه 60 سال نماز هم خواندیم تا حالی رم معلومات نداریم که پیغمبر اسلام چه قسم دستار بالا کرده. براتون گفته بودم چه قسم نماز خوانده بود. این محض ادعای زبانی است و دین اسلام هیچ وقت ادعای زبانی شده نمیتونه، عمل کار داره. تا که عمل نباشه نمیشه. از او خاطر اینجا الله متعال رحمت خاصی خدا نوشته یا مقرر برای کسانی میکنه که صفات ها را داشته باشه. الله نصیب ما شما بکنه. این صفات ها توسط کی چی کدام گپ حاصل میشه، راه است، ما از کجا حاصل کنیم؟ قرآن برای تشریح میکنه، عالی میفهمیم. و کسایی که در مغاره ها نشسته، و کسایی که بدعت ها را ایجاد میکنه، و کسایی که برای خود معبود معرفی میکنه، و کسایی که خود حاجت روا معرفی میکنه، و کسایی که عبادت الله را به استهزاء و به رقص و به ساز میگیره، و مردم تقوا را حاصل میکنه. نه، الله متعال میگه الذين مردم یتبعون الرسول النبی، او کسانی که تابعداری میکنه مکمل در نقش قدم پیغمبری میره که او نبی است، خبر احکام الله را داده. الامی که بالکل نخوانده و ننویسنده است، نه چیزی را از پیش کسی خوانده و نه نوشته کرده. الذی هم پیغمبری که یجدونه میابن امی اهل کتاب یهود و نصارا مکتوبا نوشته شده عندهم بنزدشان فی التورات در تورات و الانجیل در انجیل. اگر امروز یهودی و نصرانی چیغ بزنه که من مطابق تورات و انجیل عمل میکنم، من اهل کتاب یا به دین آسمانی عقیده دارم، قرآن قبول نمیکنه. چرا؟ تا وقتی که تابعداری نبی امی را نکنه. تابعداری نبی امی اگر نشده بود، ولو که او خیلی زیاد متقی باشه، خیلی عبادت ها میکنه، درست نیست. از این خاطر پیغمبر علیه السلام میگه لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی. اگر موسی علیه السلام هم زنده می بود، گنجایش نداشت به جز از اینکه پیروی مرا بکنه. پس وقتی که موسی علیه السلام هم اگر زنده باشه، بعد در نقش قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم بره. اگر اهل کتاب با وصفی که کتاب آسمانی قطش باشه، لیکن بازم تمام محنتش الله قبول نمیکنه تا وقتی که پیروی از این نبی امی نکنه. ما تو چرا راه های دیگر را پیش گرفتیم، از خود اختراع کرده رایستیم، سنت رسول الله را به باد عوام نمیگیری؟ بله ده حدیث خو از خود مذهب نیست. تو این سخن خود یک دفعه وزن کو، به این سخن خود یک دفعه سعی کو که تو چی میگی. حدیث خو هست، خو لیکن مذهب نگفتم، مذهب از رسول الله کده مرتبهش بالاست، ما پشتی مذهب روان هستیم. ولی قرآن برات میگه که اگر هر قدر تقوا را اختیار کنی، نه گوشت میخوری نه میوه، تمام روز شب و روز عبادت میکنی، تا که در نقش قدم این رسول نبی امی نروی، عبادتت به این نقشه نباشه، رفتارت به این نقشه نباشه، سلامت، کلامت، طعامت، خوابت، زندگی سیاسی و زندگی اقتصادیت به نقش قدم رسول الله صلی الله علیه و نباشه، قبول نیست. الله قبول نمیکنه. بس اصلا یک آیت که انسان یک دفعه در قرآن بخونه، ارزش و اهمیت رسول الله صلی الله علیه و پیروی از او را میدانه که چه قسم بکنیم، ما چی رقم بکنیم. ما توهین نمیکنیم علما را، علمای سابقین ما الله برشان اجر بده، برد اجره و به قصد خود مخالف رسول الله صلی الله علیه و نساخته و خطا شده، الله برش یک اجر داده. گپ در سری توسته که حدیث صراحتا میبینی. نعوذ بالله شما در صف استاد میشه، پای نزدیک میکنی و مسلم نعوذ بالله گریخته رویسته، پای خود دور کرده رویسته، برش میگه حدیث بخاری است، هیچ نمیشنوه. خیر مخالفت رسول الله چی نمیگه؟ عالی میگه اینطور نمیمانه. پیغمبر نصرت و امدادش چی رقم حاصل میشه اینجا برای ما معرفی میکنه.